مهم نیست چقدر تحلیل بلدی، مهم نیست چند تا اندیکاتور میشناسی، مهم نیست چقدر روی روانشناسی ترید کار کردی. یه حقیقت تلخ وجود داره. بعضی وقتها بازار طبق تحلیل تو حرکت نمیکنه. یه وقتایی هست که هر چی میتونه خلاف انتظار پیش بره، پیش میره. و دقیقاً همونجاست که معامله‌گر واقعی ساخته میشه. نه توی سودها، بلکه توی ضررها. بازارهای مالی پر از اتفاقهای غیر منتظرن. خبر ناگهانی، نقدینگی، حرکتهای غیر منطقی. شاید یه معامله خوبت استاپ خورده. شاید با یه اشتباه ساده بالانس حسابت کم شده. شاید عدد حساب معاملاتیت داره فریاد میزنه. اشتباه کردی. ممکنه ذهنت خسته شده باشه. ممکنه اعتمادت به خودت ضربه خورده باشه. ممکنه از خودت بپرسی نکنه من اصلا برای این کار ساخته نشدم. این همون نقطه‌ایه که خیلی ها بازار رو برای همیشه ترک میکنن. اما یه سوال تعیین کننده وجود داره. این زر برای تو درس میشه یا شکست؟ بازار مهم نیست با تو چی کار میکنه. مهم اینه که تو بعد از زر چی کار میکنی. این معامله‌ای که از دست دادی نیست که آینده تت رو میسازه. این صدایه که بعد از زر بهش گوش میدی. الان تو وسط یه دره‌ای بین دو صدا. یکی میگه ولش کن، این بازار ارزشش نداره. یکی میگه یاد بگیر و ادامه بده. یکی میگه بازار مقصره. یکی میگه من باید بهتر بشم. هر ذره در بازار دو راه جلوت میذاره. یا احساسی تر میشی، یا حرفه‌ای تر. یا انتقام ترید میکنی، یا منضبط تر میشی. زر میتونه صبرت رو بیشتر کنه، مدیریت ریسکت رو قوی تر کنه، سیستم معاملاتیت رو دقیق تر کنه و شخصیت معامله‌گریت رو بسازه. به شرطی که بمونی. سود پاداش شانس نیست، پاداش موندنه. الان فقط یه دلیل برای ادامه دادن پیدا کن. شاید آزادی مالی، شاید خانوادت، شاید اثبات به خودت یا رؤیایی که هنوز زنده ست. هر معامله‌گری توان حرفه‌ای شدن رو داره اگه تصمیم بگیره منضبط بمونه. نه سیستم جادویی میخواد، نه سیگنال، نه شانس. فقط باید به خودت بگی من یاد میگیرم، اصلاح میکنم و ادامه میدم. با دراودان بجنگ، با ترس از کلیک کردن بجنگ، با تم بعد از سود بجنگ، با انتقام ترید بجنگ. بازار به همه فشار میاره، اما فقط حرفه‌هایی ها میمونن. این ضرر پایان راه نیست. این بخشی از ساخته شدن توه. و وقتی بعد از همه این فشارها هنوز طبق پلن معامله میکنی، وقتی احساساتت رو کنترل میکنی، وقتی جا نمیزنی، میفهمی که بازار تو رو نشست. بازار تو رو ساخت. اگر اومدی، یعنی این مسیر توه. لایک کن تا این پیام به آدمهای بیشتری برسه. سابسکرایب کن. اگه میخوای ذهنت توی بازار قوی تر بشه و توی کامنت ها بنویس الان بزرگترین چالش تو در بازار چیه؟ من کامنت ها رو میخونم.